دروغ آخوند رافضی نسبت به اهل سنت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سنیان گفتن اولی الامر هر کی است باید معصوم باشه و خودشون نوشتن که یکیش علیه. جناب آخوند، چرا ذکر نمی کنید که سنی ها این سخن را در کجا گفته‌اند؟ کدام عالم سنی بر این باور بوده و یا کدام یک از مراجع اهل سنت این مطلب را ذکر نموده است؟ دروغ گفتن و تهمت زدن یکی از صفات آخوندهای رافضی است و همیشه اقوالی را به دروغ به اهل سنت نسبت می دهند. البته قبلا برای بالا بردن اعتبار دروغ خیش مرجع و مدرک هم ذکر می کردند، اما بعد از آن که دیدند مردم به تحقیق می پردازند و دروغهایشان را برملا می کنند، از ذکر سند و مدرک خودداری نمودند. تمام اهل سنت بر این امر اتفاق نظر دارند که به جز انبیای الهی هیچ انسان دیگری معصوم نیست و احتمال خطا و اشتباه برای آنان وجود دارد. امر به طاعت از ولی امر در این آیه نیز به معنای معصوم بودن او نیست، بلکه به خاطر نظم بیشتر امور جامعه اسلامی است و به شرط عدم مخالفت با حکم الله و رسول انجام می‌پذیرد. الله متعال می‌فرماید: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله و پیامبر و از اولوالامر مسلمان اطاعت کنید و اگر در چیزی اختلاف کردید آن را به الله و پیامبر برگردانید. اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید این برای شما بهتر و خوشفرجامتر است. خود این آیه نیز بر این امر دلالت دارد که اولی الامر یعنی صاحبان امر معصوم نیستند و عصمت فقط در کلام الله متعال و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد، زیرا الله متعال در این آیه پس از امر کردن به اطاعت از الله و رسول و صاحبان امور می‌فرماید و اگر در چیزی نزاع و اختلاف کردید آن را به الله و پیامبر برگردانید. و کاملا واضح و آشکار است که احتمال نزاع موجود در این آیه به اولی الامر برمیگردد، زیرا بازگشت به الله و رسول راه حل این نزاع و اختلاف معرفی شده است. پس می توان نتیجه گرفت که مقام اولی الامر در این آیه قابل انتقاد است و می توان با او مخالفت نمود و این خود دلیل معصوم نبودن اولی الامر است، زیرا کسی حق مخالفت با معصوم را ندارد. همچنین گفتارهای گوهربار امام علی رضی الله عنه نیز بر این امر دلالت دارد که ایشان خود را معصوم نمی‌دانستند. در نهج البلاغه خطبه 216 آمده است که ایشان فرمودند: از گفتن سخن حق و مشوره عادلانه برای من خودداری نکنید، زیرا من خود را بالاتر از آن نمیدانم که خطا نکنم و کارم نیز از خطا در امان نیست. من و شما در برابر پروردگاری که جز او پروردگاری نیست بندگانی بیش نیستیم. این گفتار امام علی رضی الله عنه در زمان زمامداری ایشان و در مقابل انبوه جمعیت مردم که از هر گونه مبالغه گویی بدور است خود دلیل واضحی بر عدم عصمت ایشان است، زیرا که باور به عصمت امام و یا زمامدار امور جامعه او را در حاله از تقدس فرو میبرد و باب انتقاد را به سوی او میبندد
و ناقدان و ناصحان را از حق نقد و نصیحت محروم می سازد.